السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزای دل، امروز ما میخواستم درباره در یک وضعیت فهیم گرفتار شده ملت مسلمان با شما هم صحبت باشم. نگاه بکنین، خداوند در قرآن چی میگه؟ خداوند در قرآن میگه اگر شما از قرآن و سنت دور موندین، الله شما را خوار و ذلیل میکنه. امروز وضعیت ما مسلمان ها در جایی است که ما از قرآن و سنت دور شدیم. ما بر یک وضعیت گرفتار شده ایم که هیچ یک مقدسات نداریم. هر کسی که از مقدسات حرف زد ما خندمون میآید بر سخنهای او. برای همین عزیزای دل، مسلمان خودش مسلمان بدن این یک مقدسات را طول زندگی کشاله کرده بردن است. مسلمان بودن این به معنای این است که فقط نام مسلمان داشته باشم، لا اله الا الله بگم، دیگه هر مقدسات را که اسلام در دنیا پهنش کرده، پیامبر صلی الله علیه وسلم پهنش کرده، او را کشاله کرده نبریه. دیدی مسلمان باید دیدی بزرگ باشه. پیامبر صلی الله علیه وسلم از جزیره عرب بیرون نشید، ولی دینش دنیا دا پهن شد. از حساب چی ای؟ از حساب او است که دیدش بزرگ بود، درباره همه فکر میکرد. از همه حساب امروز ما یک جمعیت مسلمانی 2 میلیارده را داریم. عزیزای دل، اگر ما همچنین مسلمان رفتار و گفتار اسلامی را مقصد به خودمان کسب نکنیم، خداوند ما را خوار میکنه. الله یار و مددگار شما باشه.